سرخط مهمترین خبرها: برای هواپیمای پرزیدنت در فرودگاه انگر ساختند. بختر یا ایدیبک مردان 1 سال زندانی شده است و 2 شهروند چین در اوکراین به اسارت افتادند. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 9 اپریل سال 2025 است. برای هواپیمای پرزیدنت تاجیکستان در فرودگاه دوشنبه انگر یا محلی نگهداری ساختند. رادیوی آزادی 9 اپریل با قرار حکومت شناس شد که در آن آمده است ساختمان انگر برای هواپیمای بوینگ 787-800 دریم لاینر به انجام رسیده. کمیسیون دولتی باید آن را قبول کند. یک معاون سروزیر رهبری کمیسیون شده، نمایندگان قریب همان نیادها با آن شامل شدند. اما در این سند گفته نشده است که محل نگهداری هواپیمای رئیس جمهور با چقدر مبلغ و دوام چند سال ساخته شد. حکومت تاجیکستان سال 2023 هواپیمای بوینگ 787-800 دریم لاینر را با 92 میلیون دلار از مکزیک خرید. این نوع هواپیماها اساساً برای رهبران دولت‌ها است و ثروتمندانی که هواپیمای خصوصی می‌خرند. پرزیدنت امامعلی رحمان این هواپیما را در سفرها و منطقه‌ها و خارج کشور استفاده می‌برد. رئیس جمهور پیشتر با هواپیماهای شرکت سامان ایر پرواز می‌کرد. خرید هواپیمای علاهده برای رئیس جمهور واکنش‌های زیاد را در داخل و خارج به میان آورده بود. ایدیبک مردان که در شبکه‌های اجتماعی با نام بختری صحیفه دارد به 1 سال زندان محکوم شده است. قرار دادگاه شهر بختر هفته گذشته صادر شده، تا حال قوه قانونی نگرفته است. به همین دلیل نمایندگان دادگاه از صحبت در این باره خودداری کردند. اما یک منبع آگاه 9 اپریل به رادیوی آزادی گفت دادگاه ایدیبک مردان را در استفاده زوراوری نسبت به نماینده حاکمیت گناهکار کرد. کدکس جنایتی تاجیکستان برای این اتهام تا 37,000 سومن جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. معلوم نیست که بختری تا کجا اتهام را قبول کرده است و آیا از بالای حکم شکایت میبرد یا نه. تلاش های ما برای صحبت با وکیل دفاع و نزدیکان ایدیبک مردان بی نتیجه بود. ایدیبک مردان ماه فوریه امسال بعد بازگشت به تاجیکستان دستگیر شده بود. او ماه سپتامبر سال گذشته در یک نوار عبدالمجید مومنزاده رئیس شهر بختر و نزدیکانش را دشنام داد و تهدید کرد که نوارهای آنها را پخش میکند. بعد پخش آن ویدیو ایدیبک مردان از تاجیکستان رفت، ولی با درخواست دادستانی قرار حبس او غایبانه از سوی دادگاه صادر شده بود. ایدیبک مردان در شبکه‌های اجتماعی بارها از مقامات تاجیکستان ستایش کرده و مخالفان حکومت در اروپا حمله‌های لفظی می‌کرد. ارتش اوکراین 2 شهروند چین را اسیر گرفته است که از طرف روسیه می‌جنگیدند. در این باره پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در صفحه تلگرام خبر داده است و گفته او 2 مرد چینایی در ولایت دنسک اسیر شدند. سندهای آنها از جمله کارت بانکی و معلومات شخصیشان در دست بوده است. زلنسکی نوشته است که از روی معلومات آنها تعداد شهروندان چین که در حیات نیروهای اشغالگر روسیه جنگ می‌کنند از 2 نفر بیشتر است. پرزیدنت اوکراین گفته است به وزیر کارهای خارجه دستور داد که با پکین در تماس شده واکنش چین را پرسد. زلنسکی گفت روسیه با جلب کردن چین به جنگ در اروپا واضح نشان داد که پوتین همه کار را میکند تا جنگ خاتمه نیابد. مقامات تفتیشاتی اوکراین موضوع اسیران چینی را تحقیق دارند. پیشتر شهروندان کره شمالی از طرف روسیه علیه اوکراین می‌جنگیدند. برمیگردیم بعد خبرهای تاجیکستان. یک ساکن ورزاب که برای جمع آوری گیاه به کوه برآمده بود به جری افتاده زخمی شده است. کمیته حالات فوق‌العاده میگوید که حادثه 7 اپریل در موضع سنگ فلخمان ناحیه ورزاب رخ داد. به قبل منبع مرد 32 ساله بعد به جری افتیدن با تلفن به نجات دهندگان تماس گرفته است. نجات دهندگان این مرد را از جری برآورده به بیمارخانه انتقال دادند. در خبر رسمی آمده است مرد در جای حادثه خون زیاد تلف داده است. وضع سلامتیش حالا معلوم نیست. همه ساله در فصل بهار ساکنان منطقه‌های کوهساری تاجیکستان برای جمع آوری گیاه از جمله چکره به کوه میبرند و این کار بعضاً با فاجعه تمام می شود. کمیته حالات فوق‌العاده از شهروندان درخواست کرده است که تا 11 اپریل از رفتن به کوه، شکار، قنوچین هضم و گیاهان و چارواچرانی خودداری کنند. کارخانه‌های کارکرد نفت قزاقستان ممکن است به روسیه داده شوند. تحلیلگران از وجود یک سازشنامه مخفی صحبت می‌کنند. جزئیات آن نشر نشده است و مقامات از پاسخ به سوال‌ها می‌گریزند. آیا واقعاً انشاءات‌های استراتژیکی زیر نظارت روسیه قرار می‌گیرند؟ زرانگیز نوروزشاه در این باره گزارش می‌دهد. سر و صداها درباره به روسیه واگذار شدن پالایشگاه‌های نفت قزاقستان خیلی پیش از اظهارات رسمی پیدا شده بود. رستم احمدوف، معاون رئیس آژانسی حفظ و رشد رقابت‌پذیری در این کشور، در جلسه گفت دولت صاحب ملک خوب نیست. بنابراین به قول او تصمیم شد که سهم کارخانه‌های کارکرد نفت اتیراو و پاولادر خصوصی کرده شوند.
با گفته احمدوف حکومت قزاقستان این پیشنهاد را دستگیری کرد. ما تجربه موفق کار پالایشگاه چیمکنت را دیدیم. 50% درآمد از مالک آن است و از همه مهم آنجا طرز اداره‌کنی خصوصی راه اندازی شده است. یعنی یگان منصبداری دولتی نیست. سطح صدمه‌های تکنولوژی چند مراتب پایین رفته است. طبعا کارهای تعمیری هم کم شده است. کارشناسان میگویند بخشی مشترک با دولت میخواهد کار خود را سبکتر کند، اما پیشگویی هم نمیشد که مالک اصلی بسته سهمیه‌های اداره دو کارخانه مهم استراتژی کی خواهد شد. پس از نشر گزارش‌ها درباره خصوصی گردانی کارخانه، خبرنگاران مستقل بیشتر از شرکت تاتنفت روسیه یادآور شدند. یعنی شرکت کازمونای گاز قزاقستان الکی با خریدار موافقه کرده اجازه دولت را هم گرفته بود. خصوصیگردانی سهمی کارخانه پавлодар و атирав این پیشنهاد آژانسی حمایت و رشد رقابت‌پذیری است. کازمونایگاز صنعت نفت و کیمیا را در کشور با سرعت رشد می‌دهد و امکانات‌های همکاری را با شریکان برای استحصال زنجیره‌ای باز می‌کند. بنابراین شرکت‌های گوناگون از خارج دور و نزدیک از جمله شرکت تاتنفت در بررسی است. اگر سرمایه‌گذار تاتنفت باشد، پس اداره کارخانه استخراج نفت اتیراو هم در اختیار آن قرار می‌گیرد. روس‌ها اکنون نه فقط به بخش مالی بلکه به ویژگی‌های فنی استحصالات هم دسترسی خواهند داشت و درآمد برابر تقسیم می‌شود. اقتصادشناس رسول رسمنبتوف میگوید پیشتر طرزهای دیگری چنین معاملات وجود داشت که در آن شرکت‌های تحریم شده سهم داشتند. فکر میکنم لوکویل به ما بورگاس کارخانه کارکرد نفت در بلغارستان را میدهد. در عوض ما به آنها کارخانه اتیراو را. عموما ما به دست خود انشاءاتمون را به ویرانی میرسانیم. باید شرکت های دیگری خارجی را جلب کنیم. می شود مثلا یگان کارخانه سنگاپور را جلب کرد، ولی آنجا گرانتر خواهد بود. این نخستین چنین سازشنامه بین تاتنفت و کازمونایگاز نیست. سال گذشته شریکان حق اداره شرکت کراتون اپریتینگ را با هم تقسیم کردند. این شرکت در مرز ولایت‌های اتیراو و منگیستاو کربوهیدرات تولید می‌کند. یک مسئله دیگر همچنان ناروشن مانده است. اگر شرکت تاتنفت پالایشگاه نفت قزاقستان را برای پر کردن بودجه روسیه که پول آن برای جنگ در اوکراین صرف خواهد شد استفاده برد، پس میتوان کارخانه را هدف نظامی نامید و آیا خطر حمله با سرنشین به قزاقستانی ها هم تهدید خواهد کرد یا نه؟ مفتیات یا اداره مسلمانان در قرقیزستان اعلام کرده است که نقاب و فرنجه در دین واجب نیست و زنان برای نپوشیدن آن گناهکار دانسته نمی‌شوند. این نهاد روز 8 اپریل در بیانیه نقاب را برای جامعه قرقیزستان پدیده بیگانه خواند. این امکان وجود دارد که بعضی از بدکردارها زیر نقاب خود را خواهری و یا برادری ما نشان داده ممکن است به امنیت مردم تهدید کنند. از این رو مهم است که چهره باز باشد تا آنها را شناخته توانند، گفته شده است در بیانیه. از ماه فوریه امسال اگر کسی در قرقیزستان با نقاب گردد و به دست مأموران ملیسه افتد تا 20,000 سوم یا $230 جریمه می شود. در کشورهای دیگر آسیای مرکزی به مثل قزاقستان و تاجیکستان و ازبکستان پوشیدن حجاب در مکتب و اداره های دولتی منع است. مخالفان میگویند که منع پوشیدن نقاب زنان را از حق انتخاب لباس محروم می کند. نقاب یک نوع لباس است که سر و گردن و درازه قد زنها را پنهان می دارد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 9 اپریل را فرا می گیرد. 9 اپریل سال 1957 در شهر مسکو دهه ادبیات و فرهنگ تاجیک شروع شد که دوام 10 روز در پایتخت اتحاد شوروی بهترین نمونه‌های هنری تاجیک را به نمایش گذاشت. در این برنامه تئاتر دولتی، اپرا و بالت، تئاترهای درامایی به نام لاهوتی و مایاکوفسکی، هنرهای مردمی معرفی شدند. همین سلسله برنامه‌ها برای معرفی فیلم‌های تاجیک و ترانه من با دختر واخوردم سبب شد.
9 اپریل سال 1989 در شهر تیفلیس پایتخت گرجستان اعتراضهای ضد حکومت شوروی بیرحمانه سرکوب گردید. تجمع مردم نخست از آن سر شد که ابخازستان گفت از هیئت گرجستان شوروی بیرون می رود و به زودی به اعتراضهای ضد سوویتی تبدیل شد. 20 نفر اساساً زنها کشته و 200 که زخمی شدند. 2 سال بعد 9 اپریل سال 1991 عهدنامه برقراری استقلالیت کشور قبول و این سنه روز وحدت ملی اعلان شد. همان سال اتحاد شوروی هم بر هم خورد. 9 اپریل سال 2008 در پاسخ به دعوت‌های برخی روشنفکران در داخل و خارج تاجیکستان اومد برگشتن به خط فارسی، وزیر معارف عبدالجبار رحمانوف این را قاطعانه رد کرد. وزیر گفت ما از خط سیریلیک رو نمیگردانیم و این خط باقی میماند. بازگشت به خط فارسی را گروهی از روشنفکران تاجیک سالهاست پشتیبانی میکنند و میگویند ناعدالتی را که حکومت شوروی راه داد باید اصلاح کرد و زودتر خلایی به وجود آمده در پیوند نسل‌ها با میراث ادبی و علمی نیاکان را از بین برد. شبانه روز اخیر قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریباً بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 126 سامانی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1082 سامانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه به ما نویسید. فردا شما را در همین وقت و ساعت انتظاریم. خدا نگهدارتان.